رگبی در میان نورسان افغان شهرت کسب میکند. شماری روزافزون جوانان افغان به رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان میدهند. دفعه اول هم تو فکر میکنم که چیه گل پیکاریزی چه رقم گل است و بعدا در رگبی که وارد شدم استاد عبدالله حبیب بخشی بر قوانینا را وضع کرد و کلشون بر ما فهماندگی. دسته رگبی افغانستان در قوه‌آزمایی‌های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوع ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نورس در روی فرش صنعی با احتیاط مقاومت به رقیبان را می‌آموزند. رگبی به خاطر این تجربه گرفتیم چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا رو تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه‌ها بفتن خب این دستشان یا پایشان یا صورتشان زخمی میشن. ورزشکاران نورس به میدان‌های مناسب احتیاج دارند. به فکر ما به میدان‌های ورزشی برای نورسان نیاز داریم. میدان کم است. وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سیربرف. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است. در کشور جنگ زده افغانستان ورزش آرامش و آسایش فراهم می‌آورد. کریکت و فوتبال شهرت زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چنه سواری که در افغانستان با نام سورچرانی معروف است مشغول می‌باشند. مشاور بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میان افغان‌ها محبوب و مشهور می‌شود. به عقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهیم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم. در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شمار بیشتری نورسان و جوانان به این نوع ورزش مشغول خواهند شد.